درود بر شما. به خانه خودتان خوش آمدید و اگر خانه کوچک هست اما قلب ما به وسعت ایران فرهنگی برای مهر جان میتابه و شما رو پذیراستیم در اینجا. خواهش میکنم که یادداشتاتون حاضر کنید که درس من از همین لحظه آغاز میشه، بلکه آغازم شده بود و شما توجه نکردید. حاضر باشید. نخستین واژه‌ای که من به کار بردم واژه درود بود که خوشبختانه چندیست ایرانیان به کار میگیرن و سرآغاز اونم مثلا بنیاد پیش‌شغل بوده. حالا این واژه در اوستا بوده رغبت. رغبت یعنی تندرستی و در پهلوی شده درود و در زبان فارسی به درود که امروز میگیم درود. حالا اگر این یه میانبند بگیره به خودش، فرض کنید که یک واژه داریم کات، این ر میانبند اینجا اگر از بین بره میشه کات، یعنی قطع کردن. کار کات چیه؟ قطع کردن ورگان دیگه. این میانبند اینجا به خودش بگیره سین، این میشه درست. در خراسان میگن درست. میبینید که مفهوم رو با خودش حمل کرده. خب این واژه در د و ر وقتی که با هم سریع تلفظ میشه تغییر پیدا میکنه. شما بگید درست، میبینید که د و ر کجا خاستگاهش هست. دو مرتبه درست بگید درست. حالا بگید جوست، نگاه کنید ژ جای د و ر رو میگیره. پس این تبدیل میشه به جوست. جوست در زبان فرانسه یعنی درست و این ژ میتونه تبدیل بشه به ج، میشه جاست در زبان انگلیسی یعنی درست. نمیدونم شما کسی رو دیدید که روسی صحبت کنه یا نه، یا آشنا باشین با زبان روسی. وقتی که به هم حال به اصطلاح درود بگن میگن ایز دراستیتی، یعنی درست تبدیل میشه به دراست. بنابراین میبینید ریشه همه این زبان ها در اوستاست. چیزی که اروپایی ها نمیگن، یعنی پنهان میکنن، به گونه دیگه وانمود میکنن. اونا اگر ازشون بپرسید که این جاست از کجا اومده، اونا میگن مثلا از یونان اومده یا از مثلا لاتین گرفته شده. علم به دروغ در اروپا داره خودشو اینطور گول میزنه.